الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما پدرای عزیز، برادران مهربان و خواهران و مادرانی که در اطرافهای ما و شما نشسته هستند و این روز جمعه که سید هفته هست و بهتر از عید قربان و عید رمضان است، شما را تبریک و تهنیت میگویم و خدا کند که این قدم هایی که ما و شما رنجه کردیم و این نیتی که در دل خود گذرانیدیم برای ادای نماز جمعه در نزد خداوند پسند بیاید و این را خداوند به درگاهش مقبول بسازد. و یک جایه با شما دعا میکنیم که پروردگارا یک هفته ای که از این بنده های گناهگار تو سپری شد، پیغمبر تو بشارت دادگی هست که از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده مؤمن است. خدایا آن خطاها و آن گناهایی که از ما سهو زد، سهوا از ما به عمل آمد، خدایا با فضل کرم خود جمیعشون را مغفرت بسازی. و این مردمی که در این خانه از خانه های تو نشسته هستند، در دل مراد مطلوب مقصودهای دارند، خدایا با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. محبت خودت، پیغمبرت، ایمانت، اسلامت در دل همه ما بندگانت خدایا باز هم زیادتر جایگیر بسازی. و گذشتگانی که از این جمعیت گذشتند همگی را خدایا رحمت و مغفرت بسازی. بیماری هایی که در خاندان داریم، در بین قومان داریم، در شفاخانه ها داریم، خدایا همگی را شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی بسازی. بندگانی که امروز بیرون از خاندان در سفر هستند، خواه برای زندگی باشد، خواه برای تعلیم علم باشد، خدایا صحت سلامت برگشته به خاندان آمدنشون موفق بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: خیر یوم طلعت علیه شمس یوم الجمعه. پیغمبر خدا آفتاب هر دو جهان در این سخن مبارک خود میگوید بهترین روزی که در او آفتاب درخشان می شود این روز جمعه است. فیه خلق آدم علیه السلام و فیه ادخل الجنه و فیه اهبط الی الارض و فیه تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفتند بهترین روز که در او آفتاب روشن می شود، درخشان می شود، این روز جمعه هست. و فضیلت این روز را هم بر ما و شما فهمانید. این روز همان روزی هست که پدر شما آدم خداوند پیدا کرد. در همین روز خداوند جان در وجود حضرت آدم داخل گردانید و در همین روز ادخل الجنه، در همین روز پدر شما حضرت آدم خداوند داخل جنت گردانید. و فیه اهبط الی الارض، پیغمبر خدا میگوید در همین روز به سبب خطایی که پدر شما حضرت آدم کرد خداوند از جنت در زمین پرتافتش. و فیه تقوم الساعه، همان قیامتی که خدا بر شما میگوید این ساعت آتیه لا ریب فیها،
قیامت آمدنی هست، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، در همین روز برپا می شود. و هو عند الله یوم المزید و کذلک تسمیه الملائکه فی السماء. رسول اکرم در دوام این حدیث چی گفتند؟ گفتند این روزی که ای بندگان شما نماز شما میخوانین، این روز در نزد خداوند روزی مزید نام دارد، روزی دادن مکافات است، روزی دادن جزا است. حتی ملائکه های در آسمان این روز جمعه نه بلکه روزی یوم المزید میگفتند، روزی دادن جزای بنده مؤمن بوده است، روزی مکافات گرفتن ما و شما بوده است. و هو یوم النظر. در دوام حدیث پیغمبر خدا گفت این روز روزی نظر کردن است. و چی؟ الی الله، الی وجه الله، الی الله تعالی فی الجنه. وقتی که جنتی ها داخل جنت می شدند، هر روز جمعه دیدار پروردگار خدا نگاه می کردند. در همین روز جمعه خوش به حال آن بندگانی که امروز احترام میکنند، خواه زن باشد خواه مرد. امروز روز جمعه هست، در گردن زن و مرد فرض است ادا کردن نمازش. این عقیده های باطل و عقیده های بیکاره که برای زن نماز جمعه فرض نیست، اینا را باید ما پس سر بگذاریم. برای زن از مرد دیده فرض تر است و امروز از همه مهمتر برای زنها هست نماز جمعه. در هر جایی که باشه الحمدلله امروز شما شکرانه کنین که گرد و گوشه که در کلاب ما و شما تمام مسجدها در داخلشان زنها داخل شده ایستادند. زنها موعظه را گوش میکنند، زنها هم از موعظه ها چکار میکنند؟ استفاده میکنند که این هم آبادی جمعیت است و این هم راحت ما و شما مردها هست. اذا سلمت الجموع سلمت الایام. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر از بنده مؤمن، اگر از امت من روز جمعهش به سلامت انجام یافت، باقی روزشان سلامت میماند. اگر روز جمعه را ما و شما با نمازش ادا بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما خیر احسان بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما زبانها را در پند نصیحت استفاده کنیم، باقی روزهایی که در پیش تا هفته دیگر می آید اینهاش هم پیغمبر خدا گفت خداوند نیک انجام می دهد. ان الله فرض علیکم الجموع فی یوم هذا و فی مقام هذا. پیغمبر خدا میگوید به درستی این که خداوند شما بر شما نماز جمعه را فرض گردانیده است، در همین روز جمعه و در همین مقام در گردن ما و شما نماز جمعه را ادا کردنش فرض است. حتی رسول اکرم میگوید من مات یوم الجمعه، کسی اگر در روز جمعه از بنده مؤمن از دنیا میگذرد، فله اجر شهید و وقی فتنه القبر. رسول اکرم گفت کسی که در روز جمعه از دنیا میگذرد، خداوند دو بهترین مکافات نصیب او میکند. اولا همچنان است که شهید از دنیا گذشته است، اجر شهید بر انسان عطا میکند. دوما از فتنه های قبر خداوند اون بنده جمعه ادا میکردگی را نجات میدهد. خوش به حال اون مرد، خوش به حال اون زنی که نماز جمعه میخواند، خداوند از این مکافاتا البته نائلش میکند. لکن وعید پیغمبر برای آدمایی که ادا نمیکنند جمعه را چی است؟ رسول اکرم میگه من ترک ثلاثا جمعه تبع الله على قلبه و فی روایت الاخر فقد نبذ الاسلام وراء الظهر. رسول اکرم میگه کسی که اگر 3 جمعه را قصداً ترک میکند، یعنی بے پروایانه در نماز جمعه اشتراک نکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد، رسول الله چی گفتند خداوند در دل او مهر میزند. یعنی در دل انسان وقتی که مهر کی زده شد، همچنان است که دل بنده سیاه می شود. و ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفت دورترین مردم از خدا کی است؟ کسانی هستند که دلهاشون سیاه است.
دل که سیاه شد تو از خدا دور میشه. در روایت دویمی که روایت کردن چی گفته است؟ فقط نبذ الاسلام وراء الظهر. کسی 3 جمعه را اگر قصدن یا از روی تنبلی اگر ترک کند، همچنان است که اسلام در پس پشت خود گذاشته است. یعنی در اسلام هیچ اهمیتی نداده است. از این خاطر الحمدلله که امروز ما و شما در اطراف این نماز و این روزی که الحال اهمیتی او را، فرضیتی او را بر شما و فضیلت‌های او را بر شما خبر دادم اشتراکی داریم. انشاءالله ما و شما اجر بی نهایت زیاد و گران را خدا کرده باشد البته صاحب میشویم. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم که 2 جمعه پیوسته در باب ابو حنیفه بود، امام ما و شما، پیشوای ما و شما. فکر میکنیم که البته ما و شما از تاریخ حضرت آگاه شدیم، از عالم بودن حضرت آگاه شدیم. فقط همین گفتنی هستم که حضرت مکی ابن ابراهیم که این امام بخاری را استادش است، لکن بزرگی را ببین که شاگرد ابو حنیفه است. حضرت میگوید ابو حنیفه در زمان خودش همتا نداشت. به منزله ابو حنیفه دیگر انسان یافت نمیشد در علم. اعلم الناس فی اهل ابی حنیفه. حضرت گفتند داناترین مردم در زمان خودش ابو حنیفه بود. شداد ابن حکیم هم این سخن گفتند مثل ابو حنیفه در زمانش هیچ همتایی نداشتند. عبدالله ابن مبارک چی میگوید؟ میگوید وقتی من کوفه آمدم، در کوفه، شهر کوفه در آمدم و پرسان کردم ما اعلم الناس فی بلادکم، ای مردم کوفه بر من خبر بتین که عالم ترین مردم یمین کوفه کی است؟ کی است از همه در عالم پیشی که در همین کوفه زندگی میکند کی است؟ میگه از مردم کوفه چی شنیدم؟ فقالوا كلهم ابو حنیفه. مردم همون کوفه چی گفتند؟ گفتند همش ابو حنیفه هست. هر جانبی که اگر از فضیلت‌های کسی میپرسین همش با کی است؟ حواله به ابو حنیفه هست. امام شافعی هم خیلی امام پیش است، امام اهل سنت است. از 4 ائمه ما و شما یکیش شافعی است. حضرت گفتند الناس عیال ابی حنیفه فی الفقه. در علم فقه، در علم مسئله تمام عالمای روی دنیا عیال ابو حنیفه هستند. نان ریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند. این قدر فضیلت در امامی که ما و شما مذهب به ایشان داریم انشاءالله موجود است. و امروز وعده کرده بودیم که سوالهای خیلی زیاد در پیش ما ایستاده است، جواب اینها را البته به سمع شما میرسانیم، زیرا که اینها هم برادرای هستند که در همین مسجد ما و شما حضور دارند، میخواهند که از سوالهای دادگی خود البته جواب را حاصل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. دست زن حلالی خود را در کوچه داشته راه گردی گناه است؟ یعنی مردی که اگر با همراهی زن خودش اگر در کوچه دستی او را میقپد راه میگردد، آیا در اسلام همین گناه است یا نه؟ رسول اکرم میگوید الحیاء کله خیر. داشتن زن، دست زن داشتن شوهرش گناه نیست، لیکن نه در کوچه. در کوچه داشتن دست زن یا از میان او داشتن یا از گردن او داشتن، این عادت مردم مسلمان نیست. ما البته تشبیه با آن مردم کافر و مجوسی و یهودی که امروز این عادت دارند باید تشبیه با آنها نکنی. رسول اکرم سخنش گوش کنین میگوید حیا کلش خیر است.
ابو سعید خدری چی میگوید؟ کان حیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد من العذراء، اشد حیاء من العذراء فی خدرها. رسول اکرم میگوید، ابو سعید خدری میگوید حیای پیغمبر تا چه اندازه بود؟ تا اندازه بود که یک عروسی که در زیر چادر است چقدر حیا دارد. روز اولی که عروس به خانه شوهر می آید به نهایت یک حیای کلان او را احاطه کردگی است. ابو سعید خدری میگوید رسول اکرم حیاش از اون زن دیده زیادتر بود. ما و شما البته پیشوای داریم، باید حیا را البته چیکار کنیم؟ پیشه خود و شعار خود بسازیم. اگر چی زن ما و شما است، در پهلوی ما و شما رفتن در یگان گناه نیست، شر نیست دست در گردن او، دست در دست او حواله کنیم. ما و شما خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوره های خلافتش میگه وقتی در کوچه اگر زن با شوهر در پهلوی یکدیگر میدید با دره میزد، میگو شما پهلو در پهلو ننشینین، زیرا این یک کسلی هست که در دیگر انسان ها تاثیر میکند. شما اگر زنی تو هست یا این شوهری تو هست در خانه در آمده در پهلو یکدیگر نشینین، در کوچه نه. امروز نین نشستن زن با مرد در کوچه ها چی یک تأثیری بدی رسانید که امروز نه اینکه یک دست در دست او، بلکه امروز جوانهایی که در نکاح حلال خود اون زنها نیست یکدیگر را آغوش میکنند، یکدیگر را مثال گردن او را در پیش بر خود میگذارد که در کوچه ها ما و شما آشکارا میبینیم. وای بر حال اونها. چی میشود در نزد خدا چی جواب میگفته باشند؟ قسم به خدا اگر در همون زمان جان او را خدا بگیرد ایمان در وجود او نیست. از این مسئله البته ما و شما دور باشیم. السلام علیکم داملای محترم، من یک خواهر مسلمان شما هستم. یک سوال دارم. من سطر میکنم، میگویند که تو به زندگیت منت را بسته ای، این چی میشود؟ یعنی امروز الحمدلله که خواهر و اپا و مادرای ما و شما رویمال ها را طبق آیت کریمه میبندند. هزارها بار شکر. باور کن این یک خرسندی آور است، این یک باعث شکر هست که امروز زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپای ما و شما رویمالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت، وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایه کردن بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سر لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی ها از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود، برای اسلام ابو جهل به قتل رسانی داشت. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چیکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت. میگفت مادر، میگفت صبر کن،
ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است. صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میده. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من آن خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم، من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگد چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است آن از زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره، جمعه برای شما شرط نیست، حالان که هزارها نامعقول کرده است او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ دیده پستر است. شما به ملامتی و ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است. السلام علیکم حاجی داملا. خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایرا نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیبی برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم. و از شما این نعمتهایی که دادم، این نعمتها سوال کرده می شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پورنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم
بدنهای لوچ است یا دیگر معرکه‌های فاسدی که خدا بر اونها حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنین. و خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته می شود. شما این احتیاط کنین، هیچگاه نظر بر این نکنین. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با سوی همون حرام ها میکنه. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید. بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخونید در نماز شما کراهیت پیدا می شود. تلویزیون خاموش کرده شود، بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد، این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم. شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است، اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنین بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنین، اینا را شما مشاهده کنین. این چشم برای این است.